به نام خداوندی بخشنده و مهربان. امروز انشاءالله در این نواری که ما ثبت داریم جانب از میقات مدینه منوره، مدینه پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم می باشد که از تمام اطراف و اکناف دنیا به خاطر زیارت مسجد پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم مسلمانان وارد این شهر می گردند و هنگامی که اونها می خواهند که به خاطر ادا نمودن عمره یا حج وارد کعبة الله شوند، در این راه از همین میقات، از خود همین مسجدی که امروز مردم مسلمان اینجا احرام بسته ایستاده اند، از همین جا احرامهای سفید خود را می پوشانند و نیت حج و عمره را انجام می دهند که امروز ما و شما در این مسجد بسیاری از مسلمان ها را دیده ایستاده ایم که به خاطر ادا نمودن عمره مبارکه این کار را کرده ایستاده اند. و هنگامی که پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم خود زنده بودند، از همین مکان حج و از همین مکان به خاطر ادا نمودن عمرهشان احرام بسته بودند. و بعد از پیامبر خدا خلیفه اول رسول الله حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه و بعد از او امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی الله عنه و بعد از آن با همین ترتیب خلیفه ها و امیرهای مؤمنان و همه علمای اسلام از همین منطقه اگر می گذشتند احرامی بستند تا که ادای عمره خود نمایند و بر همین ترتیب و پیروی از سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم امروز مسلمانان از تمام اطراف و اکناف دنیا به خاطر زیارت می آیند بر این مدینه و هنگامی که می خواهند که عمره نمایند از همین مسجد که امروز ما و شما از بیرون و درون او را دیده ایستاده ایم عمره به خاطر عمره احرام می‌بندند و این یکی از میقات‌هایی هست که پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم برای اهل مدینه و برای کسی که از همین راه به سوی زیارت کعبة الله می‌رود تعیین کرده است. و همچنانی که به فهم شما میخواهم برسانم که دیگر میقات‌هایی هست که با نام قرن المنازل و جحفه و یلملم و ذات ارق که دیگر نامها دارند و مردم دیگری که از اطراف مثلا ریاض و یمن و از اطراف افریقیا و از اطراف عراق و یمن می آیند از اونجا احرام می‌بندند به خاطر انجام دادن عمره و به خاطر انجام دادن حج بیت الله. و به همین ترتیب مسلمان ها تا امروز از همین مسجد احرام می‌بندند تا که ادای عمره خود و ادای حج خود را ادا بدهند و خدای متعال برای هر یک ما اجر بی پایان و بارها نصیب بگرداند که زیارت بیت الله را نماییم. اللهم آمین.